این قطعات و CPU کامپیوتر که با طلا روکش شده رو کلاً 1 میلیون تومان خریدم. برای بازیافت طلا 5 گرم از پودر گیلدورا رو توی آب جوش حل میکنم که هزینه این قسمت میشه 15,000 تومان و قطعه رو توی محلول میشورم که طلا کاملا حل بشه. بعد از اون بقیه قطعاتم به نوبت توی محلول قرار میدم که طلاشویی بشن. وقتی طلاشویی قطعات تموم شد محلول رو با پنبه صاف میکنم که طلای اون رو رسوب بدم. به محلول پودر رسوب دهنده میزنم که هزینه این مرحله میشه 20,000 تومان و پس از رسوب طلا اون رو صاف میکنم و میبرم که ذوبش کنم. شلنگ گاز رو به پیکنیک وصل میکنم، کوره خونگیم رو روشن میکنم و طلا رو میذارم توی اون که ذوب بشه. طلا رو از کوره در میارم و میریم که وزنش کنیم. 350 سد طلای 24 عیار به قیمت امروز 3 میلیون تومان که توی 3 ساعت به راحتی به دست اومد.